هر کس سه خصلت داشته باشد لذت ایمان را احساس می کند. انس رضی الله عنه می گوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، هیچ بنده ایمان نمی آورد تا زمانی که برای همسایه‌اش یا برادرش دوست نداشته باشد آنچه را که برای خودش دوست دارد. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 10.